سلام. خب میدونید دیگه من ویدیوها رو دوتا میگیرم در روز، واسه همین من همونیم که تو ویدیو قبلی دیدید. امیدوارم از ویدیو قبلی لذت برده باشید. And right now I'm going to talk about something which is good. I'm going to talk about money. میخوام در مورد پول و قیمت صحبت کنم. ببینید بچه‌ها، من بعد از اینکه اومدم فرانسه فهمیدم یه سری چیزایی که تو زبان انگلیسی تدریس میشه اصلا اضافیه. مثلا اینی که میخوام بهتون بگم از نظر خودم اضافیه، ولی اشکالی نداره بهتون میگم. ببینید شما وقتی پاتون رو خارج از کشور میذارید، قضیه قیمت پرسیدن جمع میشه. خدا وکیلی خیلی نیاز نیست قیمت پرسید، چون همه چی لیبل داره، همه چی قیمتش رو روش زدن. مثل ایران نیست که قیمت ها هر لحظه تغییر میکنه، قیمت نمیزنن. Seriously, like literally. واقعا جدی میگم. اینجا من تا حالا نشده از این پرسم how much is it. البته خب من اینجا انگلیسی صحبت نمی کنم، ولی بخوام پامو بذارم خارج از اینجا هم قیمت نمیپرسم، قیمت زده، اما بعد نیست یادش بگیریم. اما به یه نکات دیگه ای میرسیم. ببین آدرس پرسیدن جمع شده دیگه، همه گوشی دارن، جی پی اس دارن. قیمت پرسیدن جمع شده، چون اینجا همه چی قیمت میزنن. ببین سر و کله زدن با اون ساب مغازم دیگه، این عبارت ها هم معمولا جمع شده، چون میری بر میداری، میری قیمت رو میبینی، اینجا بر میداری میری پول رو میدی، اصلا بعضی وقتا نمیبینی. واسه همین یه سری تغییرات اساسی باید تو آموزش های زبان ایجاد بشه. anyways میگه که شما میخوای قیمت یه چیزی رو بپرسی، میگی how much is it. من در مورد how much باهاتون صحبت کرده بودم. در مورد پرسیدن قیمت از how much استفاده میکنیم. how much is it. یا میتونی بگی how much does it cost. هزینهش برام چقدر میشه. how much does it cost. و بعدی هم what's the price of this. What's the price of this. قیمتش چقدره. دور باشه میگی what's the price of that. دوتا باشه نزدیک باشه میگی what's the price of these. دوتا باشه دور باشه میگی what's the price of those. این از این how much is it. how much is it یا how much is this. معمولا با اینا میپرسیم، اما این موضوع باعث شد که من بیام در مورد how much کم بیشتر باهاتون صحبت کنم. در واقع هدف من از این ویدیو پرسیدن قیمت اینا نیست، صحبت در مورد موضوع how much. میگه how much خودش یعنی چقدر، اما 3 تا کاربرد اساسی داره. توی این 3 تا کاربرد اساسی اولیش پرایسه. وقتی بحث قیمت میشه باید ما از فعل how much استفاده کنیم. دومی quantity، در مورد مقداره. مثلا میتونه مقدار شکر باشه، مقدار پول باشه، مقدار نمک باشه، مقدار شیر باشه، مقدار آب باشه، مقدار یه چیزی باشه. مثال میزنم، شما داری آشپزی میکنی و یه مقدار شکر باید به اون اضافه کنی و میخوای یه شکر بخری، مغازه داره بهت میگه که چقدر شکر لازم دارین، چقدر اون چقدر هم با how much میاد. like how much sugar do you need. how much sugar do you need. پس برای quantity و یا مقدار یه چیزی این هم استفاده میشه. مثلا میخوای بری از همسایه شیر بگیری، میگه how much milk do you have. اینجور چیزا اینجا اصلا وجود نداره. how much milk do you have. number 3 is questioning the degree. میگه میخوای در مورد مقدار و اندازه و درجه یه چیزی بپرسی. درجه دمایی نه، الان برات مثال میزنم. از how much باید استفاده کنی. مثلا میخوای از یه نفر بپرسی که این موضوع چقدر برات اهمیت داره، باید بپرسی how much do you care. how much do you care. من چقدر برات اهمیت دارم. like how much do you care about me. تو در مورد این موضوع چقدر برات اهمیت داره. how much do you care about this subject. how much do you care about your studies. how much do you care about your health. how much do you care about your body. چقدر بدنت برات اهمیت داره. پس یه تیپ سوالی که how much رو خیلی توش میبینیم هم چقدر برات اهمیت داره هست. how much do you care. همین. I love you so much. اگر سوالی داشتید حتما از من بپرسید. بحث how much اینجا تموم شد.